هر زمان یک انسان کامل، یک امام زمان، یک مهدی، مسیح و مشیح وجود داره. پس فرق شما با افلاطون و سقراط و مولوی و سعدی و حافظ و ارزم خواجه نظام خواجه نصیرالدین طوسی و نظامی گنجوی و صغیر اصفهانی و برو تا آدم‌های بزرگ بشریت در طول تاریخ، چه اون طرف دنیا چه این طرف دنیا، در اینه که تو اعتقاد داری که یک امام زمانی میاد. اینها اعتقاد دارن که امام زمان از حضرت آدم به ترتیب پشت سر هم اومدن. یعنی آدم مرد، یه امام زمان جدید اومد، اون مرد، یه امام زمان جدید، اون مرد، یه امام زمان جدید، مرد تا الان. پس تفاوت اینه. این اولین چیزی که شما بدونید. ولی بدونید که مولوی اعتقاد داره که امام زمان‌ها پشت سر هم دیگه دارن میان و این امام زمان‌ها همه شبیه همن و همه به وصلن به گاد، به خدا و به جهان ماورای تفکر تو. پس هر دوری ولی قائم است. اینو مولوی هم میگه. آزمایش تا قیامت دائم است. یعنی آزمایش هر دوره‌ای که انسان‌ها به دنیا میان تا میمیرن، یه مسیحی وجود داره که پیداش نمی‌کنن و انسان‌ها این سگ میمیرن و تنها کسانی نجات پیدا می‌کنن که این مسیح رو پیدا می‌کنن.